سرخط خبرهای مهم. از یک بازداشتگاه روسیه 11 مهاجر را به تاجیکستان می‌فرستند. خبرگزاری تاس گفت به اسد و خانواده‌اش در مسکو پناهندگی دادند. و نظرسنجی: آیا به دادنی پاره کارتان بود می‌شود؟ روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز دوشنبه 9 دکبر. برنامه را از یک خبر خارجی آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری برکنار شده سوریه بشار اسد همراه اویلش در شهر مسکو قرار دارند و در روسیه پناهندگی گرفتند. در این باره خبرگزاری تاس و دیگر رسانه‌های دولتی روسیه شام یکشنبه با استناد به منابع خود در کرمل خبر دادند. در خبر تاس بشار اسد همچون رئیس جمهوری سابق گفته شده است، هرچند رسما او استعفای خود را اعلام نکرده است. هنوز معلوم نیست که اسد چگونه به مسکو رسیده است. صبح روز یکشنبه خبرگزاری ریترز با استناد به معلومات فلایت رادار نوشت که هواپیمایی که گویا اسد در آن پرواز میکرد از رادارها ناپدید شده. حتی تخمین‌های هم بودند که آن سقوط کرده است. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه راهبری کرده است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلام کردند. با همین به 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد را مخالفانش در سوریه و کشورهای غربی به جنایت‌های زیاد از جمله کشتار غیر نظامیان متهم می‌کنند. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکست بزرگ برای کرمل می‌دانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی تقریباً 14 سال در سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کرد. مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگویند در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجیان سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر یگوریفسکی ولایت مسکو 98 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. معلوم نیست این نفران با چه سبب در این مؤسسه نگه داشته میشوند، ولی با اطلاع مقامات در ملاقات با آنها روز 5 دکبر کارمندان خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان مسئله با چیپته بازگشت به وطن تامین کردن 11 نفر آنها را حل کردند. علاوه بر این به شهروندان تاجیکستان خوراک و آب و دیگر کمک‌های نیازی اول ارائه کرده شده است. در خبر رسمی گفته می شود که با شهروندان بازداشت شده اید به دگرگونی‌ها در قانونگذاری روسیه در سمت مهاجرت هم صحبت‌ها انجام داده شده است. تقدیر 85 مهاجر دیگر مشخص نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه در سامانه‌اش تنها نوشته است که آنها نیز در فرصت نزدیک به وطن باز پس فرستاده می‌شوند. این خبر در حالی است که روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس قانون‌های مهاجرتش را به شدت محدود و سخت‌تر کرد و هزارها مهاجران از جمله تاجیکستانی‌ها را بازداشت و استرداد نمود. حادثه‌های پایمالشوی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه همه روزه رسانه‌ای می‌شود. و خبر دیگر هم وابسته به مهاجران است. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین قرار امضا کرد که بر اساس آن برای گرفتن شهروندی روسیه نرخ یگانه امتحان‌های زبان روسی و تاریخ و اساسهای دولت‌داری فدراسیون روسیه تعیین می شود. خواستاران گرفتن شهروندی و شناسنامه روسیه باید برای هر یک امتحان 2950 روبل جمع 5900 روبل سپرند. نرخ امتحان ها برای گرفتن اجازت نامه زیست موقتی در روسیه 5900 روبل و اجازت نامه کار 3800 روبل تعیین شده است. بسیاری از مهاجران از جمله از تاجیکستان گرفتن شهروندی روسیه را امر مهم برای بود و باش آسان و قانونی در این کشور ارزیابی می کنند. امروز 9 دکبر روز جهانی مبارزه بر ضد فساد یا کروپسیا است. فساد یکی از مشکل‌های اساسی در تاجیکستان گفته می شود. در فهرست امساله شفافیت بین‌الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان در جایگاه 162 قرار دارد که از پایین‌ترین زینه‌ها در رده‌بندی است. همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که آیا بیدادنی پاره در تاجیکستان آدم کارش را بود کرده میتواند؟ با هم ببینیم که مردم در این باره چی گفتند. هر خیلی میشود، اینو راست همی بود میشود، یکم روز نمیشود میخیلی. خود شما یکم بار این حالت روبرو شدید؟ های بود آوا. میشه نقل کنید برای ما؟ خیلی نقل میکنیم، همی سپراپی
جای سپرکای دکتر یا سپرکای وای نیرا گرفتن خیلی یکم چمیتی با کورت حال میکنه. آنها کلی. اگر نته؟ اگر پول نمیکنه. نمی‌بونه خودم خیلی سوده. خب شما اداره دولتی هم کار افتاده شده؟ ها. مثلا سر وقت کاراتون بود کردن یا کشو؟ کردن بود کداگیان. مثلا کدام اداره چی کارتون بود کرد؟ خیلی من شغل اهولی با میرم. یقدام میکنن نسبتای خوب دارن. وضعیت که یا که حقیقی نمیدونم همه جا از یگان جو به اسم یگان کار بود نمیشه. همه جای اگر اقلا در اداره جماعت هم در رایونم که برای هم با سوندر کار میپرسن. واسه که بعد کم بیش زنی با خدا و اینستاکشن وابستگی داره. اگر نداشته باشه یا پول نتید؟ نمیشه نیست میگن نمیشه. نمیکنم کار بود نمیشه. بله مثلا پول نباشد کار بود نمیشه. مثلا باید پول کار کنید. پول خطی هم این پول باشد любой کار میکنید در اینجا در تاجیکستان. Я считаю, если человек порядочный, то можно прожить без коррупции. فکر میکنم که اگر شخص شایسته باشد به فساد زندگی کردن ممکن است. یعنی این به خود آدم بستگی دارد. در کشور فساد و فسادکاری هست یا نیست و اگر باشد و آن رشد یا به شمار این آدمان زیاد شود، فسادکاری البته زیاد می شود. فرض کردیم این در بعضی آزمون ها دیده می شود. گپ در آن که در آزمون ها کروپسیا وجود دارد، اما خوشبختانه کمی هم باشد مسئله حل خود را یافته ایستاده است. مثال آدمای زیاد کگیرو آدمای چه مثال چی میکنم؟ نباشه وای مثال که چی میشه دیگه آدم خیلی میشه نمیاد. نه جدا میریم پول ورق میزنیم با اگه وظیفه میگیری اگه کار میکنی اگه چی میکنی؟ آخه میری همین تمام جا میری مثال همون نرخ معین باشد نرخ دلتش مثال 100 سم تا 200 سم تا کار بود نمیشه دل دات لوبای سوهاش خود شما هم روبرو شده؟ البته در همین در نلوگای در پاسپورت در لوبای جو. اگر مبلغ ندیه چی؟ کار بود نمیشه. میدوانند؟ نمیدوانند بیا پگا ایروز بیا پگا بیا گفت سپراف بیار چیزای در کنه در کار گفته میپرسن. پیشنهاد شما همچون شهروند چی است؟ کی هم ایرو ای برنده ای بین الخمی کورا پول نداده همه کار میشوند که بعضی آدم‌ها سادگی خودشونن اول پول پیشنهاد میکنه بعد کار ما کجام بود که بیننده های عزیز شما در این باره چی نظر دارید؟ به ما نویسید. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش‌بسی فوری و گفت و شنود صلح میان روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه‌اش ترو سوشال نشر شد. وی نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه به راهبری ولادیمیر پوتین دیگر میل حمایت از او ندارد. به قول دونالد ترامپ مسکو با سبب جنگ در اوکراین که 600,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدند توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پاریس ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد اما از نتیجهش به خبرنگاران چیزی گفته نشده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 2 دکبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرов در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز به دوشنبه برده شد. محمد روزی اسکندرov با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بیگناهیش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرov آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود.
9 декабри соли 2018 анҷумани байналмилалии минерологҳо ду маъдани нави кашфшуда дар тоҷикистонро ба феҳристи ҷаҳонии минералҳо ворид кард. Минералҳо бо номи фалғарит ва бадахшонитро геологҳои тоҷик ва рус дар қаламрави Бадахшон ва водии Зарафшон пайдо карданд. Минералҳо маъдани табиие мебошанд ки дар истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ, аслиҳа, мушаксозӣ ва дигар соҳаҳо истифода мешавад. Дар Тоҷикистон олимони кишвар 30 минерали нав пайдо карданд. Дар ҷаҳон беш аз 5300 минерал сабт шудааст. 9 декабрро чун зодрӯзи Саъдии Шерозӣ таҷлил мекунанд. Ин шоир ва мутафаккири асри 13 зодаи Шерози Эрон бо гулистон ва бӯстонаш шӯҳратёр шуд. 6 мисра ғазали маъруфи ӯ бани одам аъзои якдигаранд рӯи яqqолии эроние навишта шудааст ки соли 2005 дар як толори конфронси Созмони Милали Муттаҳид овехта шуд. субҳи имрӯз Бонки Миллӣ 1000 рубли русиро ба 109 сомонӣ, 100 евро ба 1155 сомонӣ ва 100 долларро ба 1090 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред, зери ин барнома бароямон нависед. то барномаи баъдӣ, худо нигаҳдор.